در اساس نقشه چهاربینی‌های سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در جمعیت دارای مسئولیت محدود نیخی شهر باختر حالت رعایت قاعده‌های بخطری از ساختار از جانب ناظران شعبه نظارت دولتی بخطری از ساختار سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت، نمایندگی خدمات نظارت در ساحه برق مورد سنجش و نظارت قرار گرفت. فعالیت صاحبکاران جمعیت دارای مسئولیتش محدود نیخی شهر باختر و فروش قسم‌های احتیاطی و دیگر موادهای زود درگیرنده از قبیل روغن‌های مالیدنی، چرخ نقلیات و دوچرخه‌ها روانه گردیده تا جای عیان گشت. با وجود تدبیراندیشی‌های پیوسته، گروه از صاحبکاران قاعده‌های بخطری از ساختار را صرف نظر نموده با گذاشتن مال و اشیا خودسرانه راهروها را بند کردند که این عملی آنها برخلاف قاعده‌های بخطری از ساختار میباشد. ضمن گذراندن این عملیات از جانب آتش‌نشانان، فعالیت چندی از نقطه‌های سودا با نظر داشت رعایت نگشتن قاعده‌های بخطری از ساختار از جانب صاحبکاران و فروشنده‌های مال و محصولات موقتاً تا برطرف نمودن کمبودی‌های آشکار شده منع کرده شد. همچنین در بعضی رسته‌های بازار مانع‌ها که برای حرکت معتدل نقلیات ساختار خاموش‌کنی خلل وارد می‌سازند برطرف گردیده، انتقال نیروی برق در دکان و مغازه‌هایی که ناقل‌های برقی را نادرست وصل و نصب کرده‌اند و یا عریان استفاده می‌شود قطع کرده شد. حالت استفاده نادرست گاز مایع در آشخانه و مرکزهای خدمت‌رسانی داخل این جمعیت نیز مورد نظارت و سنجش کارمندان ساحه آتش‌نشانی قرار گرفته با مسئولان و شخصان متصدی، صاحبکاران و فروشنده‌های مال و محصولات کارهای فهماندهی برده شد. تا کنون اندازه رعایت شدن قاعده‌های بخطری از ساختار از جانب ناظران شعبه نظارت دولتی بخطری از ساختار سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت، نمایندگی خدمات نظارت در ساحه برق، همچنین در جمعیت دارای مسئولیتش محدود محبت بیغمی شهر لیوکند مورد سنجش و نظارت قرار گرفت. جمعیت مذکور طلبات روزمره ساکنان شهر را با محصولات غذایی و دیگر مال و اشیای روزگار تأمین می‌کند. در این جمعیت نیز حالت خودسرانه و نادرست استفاده برای تجهیزات برقی آشکار کرده شد. قاعده‌های بخطری از ساختار را صاحبکاران و فروشنده‌های مال و محصولات صرف نظر نموده بالای راهروها در رسته‌های بازار با هر گونه متاع و پاره‌ها پوشانیده شدند. علاوه بر این روی راهروها مال و اشیای گوناگون فروشی گذاشته شده است که به حرکت نقلیات ساختار خاموش‌کنی هنگام سر زدن ساختار خلل وارد می‌کند. عریان استفاده شدن ناقل‌های برقی از مشکلات دیگر است که هنگام بردن کارهای نظارتی آشکار کرده شد. در جریان گذراندن این عملیات از جانب آتش‌نشانان، مانع‌های موجوده برطرف گردیده با مسئولان و متصدیان و صاحبکاران عاید به حتمی بودن رعایت قاعده‌های بخطری از ساختار کارهای فهماندهی صورت گرفت. رهبران جمعیت دارای مسئولیت محدود محبت بیغم شهر لیوکند ضمن راه‌اندازی شدن تدبیرهای پروفیلاکتیکی ترغیباتی اظهار داشتند که آماده اند کمبودی‌های آشکار شده را سری وقتی برطرف نمایند. طبق اطلاع مسئولین در مهلت نزدیکترین برای صاحبکاران شرایط بهتر و بخطر فراهم آورده می شود. قسمتی از رسته‌های بازار مرکزی نوسازی می گردد و کارهای ساختمانی در انشاءات ساخته شونده به قاعده‌های بخطری از ساختار مطابقت می کند. حسن زاده آیما، نظرالله عالم، نموزل ارگش برای برنامه اطلاعاتی اخبار.